اکرام صبحانزاده رئیس اگنتی اویاتسیای گراژدانی تاجیکستان در پاسخ رسمی به نشریه SSSR سببهای به آسمان خیستن و حتی تا به $1500 رسیدن نرخ پروازها به روسیه شرح داده است. طور اکرام صبحانزاده میگوید روسیه از 1 اپریل راههای هواییش را با تاجیکستان باز کرد. بجز از 2 پرواز منتظم که هر هفته اجرا میشد تفاوت حاصل شد که تعداد پروازهای چارتری هم افزایش داده شود، اما ترتیب پروازهای چارتری تغییر نیافت. یعنی مسافران را از تاجیکستان به روسیه فقط شرکت‌های هواپیمایی روسیه و از روسیه به تاجیکستان فقط شرکت‌های هواپیمایی تاجیکی میتوانند انتقال دهند. 7 شرکت روسیه: سیورنویتر، یوت ایر، اورالسکی اویالینی، سیبیر، ایکار، ازور ایر و یامال برای انجام پروازها اجازت گرفتند. اما میگوید صبحانزاده این شرکت‌ها با سوء استفاده از زیاد بودن خواهشمندان پرواز و محدود بودن تعداد پروازها قیمت چپتر را با نرخ‌های گران به فروش گذاشتند. از این وضع گروه‌های سودجو به نفع خود استفاده برده کمبود چپته و طلبات زیاد مسافران را بی‌انصافانه و غیر اخلاقی به منبع درآمد خود تبدیل دادند. کار به جایی کشید که قیمت یک چپته تا به $1500 امریکایی رسید. چون این عمل ناعادلانه بعضی از شرکت‌ها به آن آورده رساند که شهروندان ما برای خریداری کردن چپته با نرخ‌های گران مجبور می‌شدند که از بانک‌های تجارتی و دیگر منبع‌ها قرض گرفته چپته خریداری کنند. این حال نه فقط مسافران بلکه مقامات تاجیکستان پیش از همه اگنتی اویاتسیای گراژدانی را به تشویش آورد، تاکید کرده است اکرام صبحانزاده. او می‌افزاید اگنتی اویاتسیای گراژدانی 2 دفعه 22 اپریل و 17 مای به شرکت‌های روسی التیماتوم گذاشت که نرخ‌هایشان را به طور عاجل پایین برند. در جلسه‌ای که روز 22 اپریل برگزار گردید، ما از نمایندگان شرکت‌های اورالسکی اویالینی، یوت ایر، سیبیر و سیورنویتر خواستیم که نرخنامه خود را پیشنهاد کنند. آنها نرخ ماکسیمالی را در حد 8500 سومانی پیشنهاد نموده پروتکل امضا کردند، اما وضع تغییر نیافت. از شکایت مسافران و تحقیق خود اگنتی معلوم شد که چپته ها همانا گران فروخته می شدند. در اساس عرض و شکایت های زیاد 11 مای اگنتی از شرکت های سیبیر و سیورنویتر قطعاً درخواست نمود که تعجیلاً برای پست کردن نرخ چپته چاره های دخلدار اندیشند. در حالت اجرا نکردن درخواست اوید به پست کردن ارزش چپته، مسئله عملشوی پروازهای منبعد این 2 شرکت از 14 مای بی‌بررسی خواهد ماند. این همه اقدام تنها با مقصد پست کردن ارزش چپته، حمایه حقوق مسافران، شهروندان کشورمان و امکانیت پیدا کردن آنها به چپته های ارزان و دسترس راه اندازی کرده شده بود، گفته است دیرکتور اگنتی. اینچنین به همه شرکت‌هایی که پروازهای چارتری را از تاجیکستان به روسیه انجام می‌دهند صحنه 18 مای مکتوب رسمی ارسال و طلب شده است که چپته‌هایشان را از $450-500 زیادتر نفروشند. به گفته صبحانزاده تنها سیورنویتر به درخواست چندین کرته اگنتی جواب سری وقتی پیشنهاد نکرد. به بالای این شرکت مکتوب پیشنهاد نمود که چپته‌هایش را الکی تا آخر ماه مای با نرخ پیشین فروخته است و از اگنتی اجازت خواست که پروازها تا آخر ماه مای طبق نظام پیشین عمل کرده شود. از شرکت مذکور علاوه درخواست کرده شد که برای پست کردن نرخ چپته در دایره $450-500 چاره‌جویی کرده این را با مکتوب رسمی تصدیق کند. در اساس درخواست‌های چندین کرته اگنتی، شرکت بولوذکر روز 25 مای به اگنتی مکتوب رسمی پیشنهاد کرده اوید به پست کردن ارزش چپته روزگی خود را بیان نمود و در این اساس پروازهایش پورا برقرار کرده شد، میگوید صبحانزاده. او همچنین از بی‌مسئولیت شرکت سیورنویتر انتقاد کرده گفته است که سیورنویتر پس از اجازه دادن پروازها به مسافران تاجیک چپته ها را به 2 شهر روسیه قزان و اوفا فروخته آنها را از فرودگاه خوجند به فرودگاه قزان فرآورده آن مسافرانی را که تا به اوفا چپته داشتند به نقطه نهایی نرسانیده ناراحتی و سرگردانی مسافران را به میان آورده است. همین طور مسافرانی که به خط سیر باختر مسکو چپته داشتند شرکت سیورنویتر از فرودگاه دوشنبه به شهر سمره انتقال داده آنها را در نیم راه سرسان و سرگردان کرده است، گفته است رئیس اگنتی. اکرام صبحانزاده تاکید کرده است که
محض با تلاش‌های بی‌واسطه جناب اولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان حالا نرخ‌های چپتا از 1000 و 1200 دلار به 500 دلار پایان فرآمده مسافران به سمت روسیه به ممنوعیت سفر نموده ایستاده‌اند. ولی صدا مسافری که به روسیه سفر میکنند ادعای تو 500 دلار پایین فرآمدن نرخ چپتاها را رد میکنند. با چنین نرخ‌ها تنها 2 یا 3 ماه پیش از پرواز میتوان چپتا پیدا کرد. یعنی اگر شما حالا برای پایان ماه اوگوست یا برای سپتامبر چپتا فرمایش دهید شاید به 500 دلار پیدا کنید. ولی اگر شما بخواهید که زودتر چپتا بخرید نرخ‌ها از 8700 سومونی یا 8800 سومونی سر می شوند که این قریب 800 دلار است نه 500 میگویند مسافران.